السلام علیکم تماشابینان عزیز، رحمت که با ما هستید و در کانال مادر تیجی. ما امروز زبان تیار میکنیم، زبانی گاو. من خیلی آب جوش به زده تازه میکنیم، بعد آب جوش میمونیم. وقتی که جوشید، آب که جوشید، زبان را تازه کرده از تنش جدا میکنیم. زبان را اینجا میبریم، در اینجا بریده ایستاده. زبانی تازه کردگی بریده جدا کردیم. طرز تازه کردنش رو من در دیگر رولیکم نشان دادگی بودم. آبی جوش بزده تازه میکنیم، با کار میتراشیم. آبی جوش بزده گشت آبی خنک با که ماندیم خوش رو تازه میشد. کلای پاچه زبان من اینجا میاندازیم آبی جوش به همش رو. در آبی جوش میاندازیم. بعد در درونش پیاز میاندازیم. بعدی که جوشید پیاز، سبزی، کارتوشکا، شلغم میاندازیم. نمک و مرچ موافق تب همش رو میاندازیم و اول آتش بلند میپزیم، بعد آتش پسختی. زبان هر خیل میشد ساعتی پختنش. یک خیلش 2 ساعت 2.5 ساعت تیار میشد، یک خیلش 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت، از خود همون وایها وابسته. انا اینجا ما آتش بلند به پخته ایستاده ایم. زبانی ما تیار شد. زبان بسیار برای کمخونها خوراک بهترین است. من برای فرزندان خودم گرفته هرچی وقت چی میکنم میپزم. بسیار فایده آور. کودکای کم قوت به شما هم توصیه میدهم. در اینجا زبان تیار شد. ما این رو ریزه میکنیم، مایده ریزه میکنیم. سالاد به هم بسیار چیزی بهترین در جای مرغ، جای کلبسه استفاده برید، بسیار خوب می شود. من همین سالاد های با بسیاری زبان استفاده می برم. کلبسه این کودک ها به فایده داره. در اینجا بریده ایستادم. من در اینجا بریده ماندم. با کبوتی با وایها آرام میدهیم. نمک و приправа перец молотий و لورو لیست. رحمت که با ما هستید دوستان عزیز.